سلام علیکم برادرای عزیز، مخلصای عزتمند. امیدوارم که یک و یکتون صحت سلامت هستید. خب میگه به گفته های مردم بسیار اهمیت دادن در کار نیست که آدم در خسته زندگی میشه و در پیر میشه. یک مردک اسبشه، اسب 1000 سومون میفروشه. با مردم میبینن پیشش میگن ای بچه تو خیلی اسب 1000 سومون فروختی، هوز یک بز غوله 1000 سومون چه نخواد این اسب 1000 سومون بفروشی؟ میگه یه اسبی من راستی گه 10 سومون دانه میارزیده، یه اسب شل بود برای من فروختم شه 1000 سومون. بعد میدان میرن پیش اون آدمی خریدگی میگن ای مردک خوب تو نخواد یه اسبی شل 1000 سومون دخری؟ اما چه یه سومون دانه میارزیده؟ تو یه اسب خریدی 1000 سومون؟ اون مردک هم میبینه میگه که ای اسب در پشت میخ زدگی با همین خاطر من ایره 1000 سومون خریدم. اون میخه میگیرم این مشکلیش تمام میشه، ساز میشه اسب. اون مردم میدن میبینم پیش اسب فروش میگن ای مردک خوب او اسبی تو شال نبوده، تو ایره 1000 سومون فروختی، حیفش کردی، او در پشت میخ زدگی بوده. این مردک هم میگه در حقیقت اسبی من شال بود، من اون میخ زدم در پشت کی با خاطری که اون مردک خیال کنه که ای پوی در میخ زدگی. بو میدن میرن پیش او میگن ای مردک در حقیقت یه اسب شال بوده، اون میخ همه دروغ زده در پوی همون اسب که تو بخریش گفته. که این مردک هم میگه او 1000 سومی دادگی من فلشیوی بود.